ادامه بخش چهره‌های ماندگار. عبدالرحمن جامی، پیشوای حوزه علمی و ادبی ماوراءالنهر و خراسان. عصرها و نسلها یکدیگر را عوض میکنند، ولی احترام مولانا جامی در دوام این 6 عصر بعدی کاسته نشده، بلکه برعکس طرف می افزاید. مهمترین اثرهای ادبی و علمی او به بسیار زبانهای دنیا از جمله انگلیسی و فرانسوی، آلمانی و لاتینی، روسی و عربی، ترکی و هندی، اردو و ارمنی، آذری و ازبکی و زبانهای دیگر ترجمه و نشر شدند. به شعر و داستانهای عبدالرحمن جامی شاعران بزرگ مانند عرفی شیرازی، صاحب تبریزی، کلیم کاشانی، ناظم هراتی، شوکت بخارایی، میرزا عبدالقادر بیدل، محمد اقبال لاهوری و دیگران جواب گفتند. در آخر می خواهم از سهم نمایان دانشمندان تاجیک در تحقیق و نشر میراث گرانبهای ادبی و علمی این شخصیت بزرگ، شاعر، عالم و عارف نمایان یادآور شوم. من افتخار دارم که محض به شرافت زحمت و کوشش‌های اهل ضیای مملکت جامعه شناسی همچون یک شاخه مستقل در علم معاصر شکل گرفت و اعتراف گردید. محض به طفیل دانشمندان معروف تاجیک به مانند استاد صدرالدین عینی، اکادمیک عبدالغنی میرزایف و علاءالدین بهاءالدینوف، موسی رجبوف، اعلیخان افسرزاد، امان نوروف و امثال اینها مهمترین اثرهای ادبی و علمی عبدالرحمن جامی همچون سرچشمه‌های با اعتماد وارد علم معاصر گردیدند. از جمله تحقیقات علمی که جامعه شناس تاجیک شادروان اعلیخان افزرزاد انجام داده است، امروز میان اهل علم و ادب کشورهای همزبان و همفرهنگ ایران و افغانستان اعتبار خاصه دارد. این همکاری علمی سودمند نمونه روشن آن است که دانشمندان تاجیکستان، ایران و افغانستان می توانند در زمینه میراث مشترکمان کارهای بزرگ علمی و ادبی را انجام دهند. امید است که ریاست‌های محترم نهادهای علمی این سه کشور همزبان در این باره اندیشه می‌کنند و یک برنامه همکاری‌های علمی و فرهنگی را مشترکاً تهیه می‌نمایند. در رابطه با این، رهبریت اکادمی علم‌ها و مؤسسه‌های دیگر علمی و تعلیمی کشور باید در این سمت تدبیرهای ضروری اندیشند. ما نباید فراموش کنیم که امروز در مرحله جهانی شوی روندهای سیاسی و اقتصادی و علمی و فرهنگی قرار داریم. اگر کشورها بخصوص کشورهای همزبان و همفرهنگ در فعالیت خود هماهنگی نداشته باشند، حفظ ارزش‌های ملی برایشان دشوار خواهد شد. ما اطمینان کامل داریم که فرهنگ غنی گذشته‌مان و آثار و افکار عالی انسان دوستانه بزرگان مانند عبدالرحمن جامی برایمان در این روندهای حساس و پرتضاد پشتیبان و مددگار می‌گردند. در اینجا بخش چهره‌های ماندگار در باب عبدالرحمن جامی، پیشوای حوزه علمی و ادبی ماوراءالنهر و خراسان به پایان رسید. شما را در نشرهای دیگر بخش چهره‌های ماندگار به روزگار و آثار میرزا عبدالقادر بیدل، نابغه شعر و پیوندگر دو کشور آشنا خواهیم کرد.